سلام بچه‌ها، ببینید چی براتون کشفیدم. تو پیشتازان فضا بود، یه موجودی بود، چوبی بود، اسمش گروه بود. چی بود؟ الان فهمیدید چی میگم دیگه. خب بگذاریم. نگاه کنید در حال سجده است. نگاهش کنید. حالا من میام دور دهش میارم. نگاه کنید این صورتشه، چشش نگاه. دیدین؟ اینم دستشه. نگاه کمر سجده کرده در حال عبادت خدا. حالا من اینو براتون درش میارم ببینید چیه داستانش. الان اینجا خیسش کردم. آقای گروه بود فکر کنم اگه اشتباه نگم. نکنه این صورت، دست، کمر، اینم که بغل رونشه، اینم که با این قشنگ سجده کردم. میبینینش؟ خلاصه مطلب این دیگه. حالا درش میارم، یه دونم فیلم آخر میگیرم اگه بشه. پوستاشو بکنیم ببینیم اون زیر چی داره. عالی. آقای گروه ببخشین پوستتو میکنم و میخوام درت بیارم همه ببیننت. این پوست داری پوست میندازی بعد از سالهای عبادت. امروز روز پوست انداختنت، داری پیله در میای مگه نه آقای گروه؟ حالا که اینقدر بزرگ شدی ما هم دعا کن. اونجا نور تموم شد، مجبور شدم لوکیشنش رو عوض کنم. نگاش کنی؟ میبینیدش؟ چه خودچله؟ چش نگاه تازه اون برم داره صورت چشاوه نکنید، گوپی علکی نیست. نگاش کنی؟ اینم کو؟ کجا رفتی؟ سرت کو؟ سلام مجدد. من اینا رو مجبور شدم که صورتش رو رنگ کنم مثل مجسمه نقاشی دیگه. شاید اصلا نیازی نبود ولی چون میخوام بذارمش اینجا بمونه یکی نداره بسازونتش اگه حتی معرفت داشته باشه، اینو ببینه متوجه شه که این چیه. بعد شو بالاخره منم مجسمه نقاشی کارم دیگه. این تبر و اینا هم حکایتش اینه که بیشتر من شکارچیم. شکارچی اون بود، شکارچی صحنه‌هایی که هر کسی شاید نبینه. حتی خب خیلی ممکنه خیلی چیزای زیباتر از من ببینن و اصلا بحث این حرفا نیست. ولی نکنین این چشش شد پس دیگه. نکنین این چششه، اینم شاخاشه، اینم صورتشه، اینم که بدنشه، اینم شاخ پشت کمرشه، اینم که قوز کمرشه، اینم که نکن وسط پاشه، اینم پاشه، اینم دستشه. میبینید؟ دیدین دیگه؟ اوکی اندرستند. خودش هم باور کنین دوست داره اینجوری رنگی باشه، کسی نمیتونه بگه چرا. دیدینش؟ اوکی اندرستند. خیلی خوبه، خیلی عالیه. نگاش کنین صورتو. اینا یه جوری این آفتاب پرست هم شد. آره در حال سجده و شکرگزاری. حالا یا داره توبه میکنه یا شکر میذاره، فرق نمیکنه. موجودات دارای شعور و روحن و همشون در حال سجده و سپاس خدا. حالا ما نمیبینیم دلیل نمیشه که وجود نداشته باشه. خیلی هم جان دارن، هم روح، هم شعور، هم فهمی که خود عزیزای دلم. اینه هم گروه تکامل یافته. فکر کنم واقعیش هم بود تو اون فیلمه. اونم دوست داشت این رنگی باشه، پس کسی ایراد نگیره چرا رنگش کردی و این حرفا. بعدم اصلا سبکمینه. بعد باور کنید خود گروه هم بود دوست داشت. نکنیم دستشو الله اکبر. دوستش اینجوری باشه، دوستش اینقدر خوشگل باشه. تو فیلم واقعیش میدونم رنگ چوبه. اینم تقدیم به شما دیگه. بیشتر از این زیاد بهش برنمیدم. حالا اگه رفتم بازم براتون فیلم میگیرم. اصلا اون چیزی که اونجاست نه اون کاری که من میکنم. من همه این کاری که میکنم در اصل واسه همینه. اون چیزی که اونجا وجود داره رو نشون بدم. نگاه کنید حتی چینه چورو که زیر بغلش هم پیداست. خدافظ گوشیم داره شایش تمام.
پرده آخر، سکانس آخر. آقای گروتو که تو همین فرم پیدا کردم در حالت سجده و جالب دقیقا به سمت قبله بود. الان دیگه آماده است برای اینکه مثل پروانه پیلش در بیاد و بعد از سالا تنهایی و توی فرم بودن و استقاسه به تکامل و پرواز برسه در بعد وجود خودش. البته برای این تیکه هم که میبینید اینجا یه تیکه تنه اضافه بود که بهش وصل بود، نماد تاریکی های وجود و وابستگی ها و آزمایشات و ورز اشتباهات و خطاهاش بوده که من ازش با توجه داشتم برای که قابل هم بشه و بیارمش پیش خودم. میبینید که جای تبر و جالبه که این الان در تغییر فرمش پایگاه و تکیه‌گاه وجودش شده. همین تیکه خیلی جالبه. حالا بریم فرمای دیگه شو ببینیم. آقا رو آقای گروت اومده ای؟ اینو کنیم بدنو دیگه چروکای دیگه کم شد. آقای گروت بریم به فرمای دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. و ایشون الان آماده است در حالت سما، در حالت شادی. بالاتر از این هم مگه هست؟ از فرم سجده الان اومده به فرم شادی و سما، رضایت. حالا ابعاد دیگه هم ببینی. این صورت ایشونه، صورت بامزه‌ش نگاه کنی، ببینی چشما، شاخ، دماغ، گوش بکنید. این دهنشه، دوتا چشماش دیگه میبینید دیگه، توضیح نمیخواد. خب الان اینم فرم این ورش که پا رو انداخته بود آخر شادی و راحتی رو پا و دستا رو به حالت شکر سما بالا گرفته. اینم آخر عاقبتی آقای گروت که براش خیلی خوشحالم و امیدوارم که منظور قضیه رو گرفته باشین. با امید شادی و حال خوب همه و اینکه در پناه خدا سیم وجودتون همیشه به منبع انرژی نور وصل باشه. یا علی یا حق. کافیه. خداحافظ همتون.